اگه زحمتی نیست میخواستم یه تیکه نون ازتون بخرم. اینجا نونوایی نیست، ما با نونامون ساندویچ درست میکنیم. میدونم خانم، ولی برای یه پیرزن میخوام، دندون نداره، باید نونش تو آب خیس کنه که بتونه بخوره، گرسنه نشه. براش ساندویچ بخر، ساندویچای خوبی داریم. والا خیلی دلم میخواد این کارو بکنم، ولی راستش برای این کار 10 سنت بیشتر پول ندارم، همش حساب شده است، خرج رامونه. با 10 سنت که نونم نمیتونی بخری، ما فقط نون 15 سنتی داریم. یه تیکه نون بهش بده تا کامیون بیاد نونمونم تموم میشه. خب چی کار کنم که نونمون تموم میشه؟ قیمت این نون 15 سنته. حالا نمیشه یه جوری به اندازه 10 سنت ازش ببریم؟ همشو بده بهش. نه آقا، ما میخوایم یه نون 10 سنتی ازتون بخریم. ورش دار، نونش مال دیروزه. ببرش، برتم حرفی نداره. شاید خنده‌دار باشه آدم اینقدر حساب کنه، ولی ما باید 1000 مایل راه بریم، تازه معلوم نیست بشه یا نه. اون آب نباتا 1 سنته؟ کدوما؟ همونا که راهه. اونا؟ نه 2 تا 6 سنته. پس لطفا 2 تا بدید. بگیرین بچه ها، بگیرین. ممنونم خانم. این آب نبات‌ها که گرونترن. بیتاش مربوطه. قیمتشون دونه 5 سنته. راه بیفتیم، داره دیر میشه. صبر کن ببینم باقی پولت مونده. به تو چه مربوطه؟